در مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند بخشیده به روز مادر تحت عنوان زن مادر ترنمگر زیبایی نگاهدارنده مهر و محبت چاره‌بینی دایر گردید. اشتراکداران در وصف این عالیه زندگی معروضه ها و اندیشرانی نمودند. ابراز گردید که زن مادر مصدر نسل ها و محور هر یک عائله است. زنان و مادران تاجیک ترنمگر زیبایی نگاهدارنده مهر و محبت و ادامه بخش آیین های نیک گذشتگانمان بوده. در ضمیر فرزندان مهر وطن، پدر و مادر، احترام کلانسالان و ارج گذاشتن به انسانیت را جای می دهند و چون باغبان نسل آدمی پرورش می نمایند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که تجربه حیات و تاریخ بشریت ثابت می سازد که اهالی هر کشوری که به مادران و بانوان ارج بیشتر می گذارند آسوده و پیشرفته می باشند. در اقصای عالم سطح فرهنگ هر قوم و ملت را وابسته به مناسبت آن به زنان و مادران معین می نمایند. علاوه کرده شد که ما وظیفه داریم که قدر و منزلت زنان و مادران را به طور شایسته بجا آوریم و در خاطر داشته باشیم که سرچشمه بزرگی کل بزرگان جهان از مادر است. زن مادر مجسمه گویای زندگی و شیرینترین لفظ در زبان آدمی می باشد. ذکر یافت که بالا بردن مقام زن در جامعه تربیه کادرها از حساب زنان و دختران بالیاقت، اینچنین دستگیری تشبس‌های زنان و بانوان در سمت‌های مختلف حیات جامعه در زمان صاحب استقلالی همیشه زیر توجه و غمخواری دولت و حکومت تاجیکستان قرار دارد. بیان کرده شد که نقش و مقام زن در حیات جامعه بشری همچون آفرینده حیات، پیوندگر نسل‌ها و نظام بخش روزگار نهایت بزرگ است. زنان و مادران تاجیک در برابری به دنیا آوردن و تربیت کردن فرزند با پاکطینتی و انسان دوستی، نیکسرشتی و فرهنگ پروری و سازندگی و زحمت پسندی در آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان سهم شایسته دارند. سیحون حیدرزاده، مظفر صابرزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.